سلام عرض میکنم به بیننده عزیز رادیو آزادی. شروع با سوپی دیگر رو برای شما شاد باش میگم و آماده هستم که بازم در یک آغاز روزی نو شما رو با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان آشنا کنم. امروز پنجشنبه است، ساعت به وقت پراگ رسا 7 و امروز در جمهوری چک مردم استراحت دارند، ولی ما در همه حالت و شرایط آماده هستیم که برای شما دوستان عزیز کار کنیم و شما رو در جریان خبر و گزارش‌های تازه بگذاریم تا اینکه شما بخبر نمانید. و تشکر میگم که دائما رو همراهی میکنید، فکر و نظرهای خود رو برای ما مینویسید و البته ما هم جانبداری آن هستیم که فکر و نظرهای شما سازنده باشد و به منفعت هم ما و هم خود شما بیننده عزیز. خب چون دو روزی امروز و فردا در جام جهانی فوتبال روسیه استراحت است، من از دو خبر مهم جهانی شروع میکنم. یکم اینکه بریتانیا میگوید دو شهروندش با گاز نویچوک که گاز شیمیایی از زهرآلود شدند. حادثه در نزدیکی مکانی به وقوع پیوسته است که در آنجا سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال با دخترش زهرآلود شده بودند. بریتانیا میگوید این دو شهروندش با همان گاز زهرآلود شدند که اسکریپال و دخترش در ماه مارت امسال زهرآلود گشته بودند. شام 4 ایول یعنی دیروز رئیس بخش مبارزه با تروریسم نیلباسو گفت در شهر جنوبی امسبری یک زن 44 ساله و مرد 45 ساله با گاز نویچوک زهرآلود شدند. حادثه 30 ایون به وقوع پیوسته است. دو نفر رو بیهوش در خانهشان پیدا کردند. امسبری در 11 کیلومتری ساوسبری قرار دارد. به قول باسو مفتشان تلاش دارند که تشخیص نمایند که چگونه و در چه شرایط این دو نفر زهرآلود شدند. وزیر کارهای داخلی بریتانیا ساجید جاوید امروز این حادثه را در جلسه فوق‌العاده بررسی خواهد کرد و فکر میکنم تا شروع برنامه خبری اگر تفصیلاتی شد ما برای شما حتما خبر خواهیم داد. و در آلمان 69 افغان را که پرونده پناهندگی آنها رد شده است به وطنشان برگرداندند. هواپیما روز چهارشنبه از شهر میونخن پرواز کرده در کابل به زمین نشست. بازگردانی مستقیم افغانها به افغانستان ماه دکبر سال 2016 شروع شده از مقامات آلمان تصمیم گرفتند که افرادی را که گذشته جنایی دارند به حیث پناهنده قبول نکنند. ضمن آلمان یکی از کشورهایی است که در اونجا تاجیکان نیست زیاد بود و بوش دارند. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا دوستانی نویه شهر توز پرونده یک زن متهم به پهن کردن بیماری ویچ اسپید را به دادگاه فرستاده است. دوستانی نویه شهر توز به رادیو آزادی گفت که تحقیق پرونده این زن را که نامناسبش البته به دلیل‌های قانونی افشا نمی‌شود انجام دادند و برای محاکمه به دادگاه فرستادند. سنه محاکمه حالا معلوم نیست. زن جوان تاجیک را به صورت بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن به دیگران گمانبر می‌دانند. مفتشان میگویند این جوان زن که تنفروشی می‌کرد با وجود آنکه می‌دانست به بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت بدن گرفتار است با چند مرد همخوابه شده است. به گفته مقامات نه کمتر از 10 مرد با زن گرفتاری ویچ همخوابه شدند، ولی برای معلوم کردن آنکه چند نفر از آن به ویچ اسپید گرفتارند فرصت لازم است، زیرا این بیماری در مدت کوتاه ظهور نمی کند و برای آن معلوم کردن این بیماری نه کمتر از 3 ماه ضرور است. همچنین مفتشان گفتند که اکثر آنهایی که از خدمت جوانزن تنفروش استفاده کردند جوانان مجرد و هم چند مردی هستند که زن و فرزند دارند. معلوم کردن آنکه آیا کسی از همسران این مرد هم گرفتار بیماری شده است غیر ممکن است، زیرا در تاجیکستان بر اساس قانون افشا کردن نام بیماران و گرفتاران ویروس ویچ ممنوع است و برای افشای این آنها برای این نفران جزا مقرر کرده شده است. زنی که به پهن کردن بیماری متهم می شود خودش صاحب 2 فرزند است و همه میزوجانش از شهر توز بودند و اگر گناه او اثبات شود او را از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند و باید گفت که خود زن حالا در بازداشت قرار دارد. و یک موضوع جالب دیگر بازگشت افزاینده به پسوند روسی آوویچ و آوای آونه در نسب ساکنان تاجیکستان است که مقامات را مجبور کرده است که ناحیه به ناحیه گشته سبب‌های این روند را تحقیق نمایند. نمایندگان کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که پس از آموزش دست کشیدن بعضی ساکنان از نامگذاری ملی به حکومت خلاصه خود را پیشنهاد خواهند کرد. از جمله سردار شعبه تنظیم کمیته زبان و اصلاحات گفت تحقیق آنها در چند ناحیه کشور نشان داد که اساساً مهاجران در روسیه می‌خواهند پسوند زاده و ایان را با آو و آوا عوض کنند. به گفته او چنین تمایل
در تمام نویه‌ها به چشم می‌رسد که مایه نگرانی جدی حکومت شده است و در پایتخت در شهر دوشنبه هم عین تمایل مشاهده می‌شود و آن را مقامات اداره ثبت اسناد ولایت شهروندی و به اصلاح معمولی زکس هم تصدیق می‌کنند. بازگشت به پسوندهای روسیه اساساً در بین آنها زیاد بوده است که در روسیه کار می‌کنند. این زمان تعدادی هم هستند که از حالا نسب فرزندانشان را با پسوند روسی درست می‌کنند تا در روسیه در آینده به درد سر گرفتار نشوند. نه کمیته زبان اصلاحات و نه اداره ثبت اسناد ولایت شهروندی آمار جمع نکردند که چقدر از مردم و بخصوص مهاجران از نامگذاری ملی دست کشیده به نامگذاری به اصطلاح سویتی برگشتند. خب ولی به نظر تحلیلگران سبب اصلی افزایش پسوند روسی به مهم ندانستن ارزش‌های ملی، نیازهای اقتصادی و البته مشکلات اجتماعی است که مردم دارند در این شب و روز و به گفته آنها خانواده‌هایی که فقط از حساب مهاجران کاری روز میبرند نمیخواهند که از یک لقمه نانی که در آنجا به دست میارند محروم شوند و حالا کمیته زبان و اصلاحات باید تا 10 ایول یعنی همگی 4 روز بعد دیگر این مسئله را آموزد که چرا مردم از نامگذاری طبق عنعنه‌های ملی دست میکشند و به حکومت راههای حل مشکل را پیشنهاد خواهد کرد. و یک موضوع دیگر جنجال برانگیز این است که کمیسیون عالی اتستاسیونی یووک تاجیکستان درخواست 2 استاد دانشگاه آموزگاری را برای گرفتن عنوان دسنت رد کرده است. مسئولان یووک تاجیکستان گفتند که در اسناد نورخان گدایی و گلاندام رستم و چند خطا را آشکار نمودند. یک مقام کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان گفت نظارت در این سمت جدی شده است و تنها پس از جوابگو بودن به طلبات محققان صاحب عنوان علمی خواهند شد. خب سنجش رساله‌های علمی در تاجیکستان بعد آن جدی گرفته شد که طور شما هم شاید خبر دارید دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله‌های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد. این پایگاه نامی بیش از 30 نامزد و دکتر علم را که در بین آنها مقامات بلندپایه کشورم بودند به حیث نفرانی آورد که در متن رساله‌های علمیشان پلاگیات یا نشانه‌های اثردوزی آشکار شده است. و یک مسئول کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان گفت 2 استاد دانشگاه آموزگاری با اصلاح کمبودی‌ها حق دارند دوباره برای گرفتن عنوان علمی مراجعت کنند. نورخان گدایف در موضوع لکسیکای لهجوی تکنو و گلاندام رستم و در موضوع زبانشناسی چند سال قبل عنوان نامزدی علمی حمایت کردند و باید گفت این اولین حالتی نیست که کمیسیون عالی اتستاسیونی درخواست عنوان جوین را رد میکند. از جمله مهمه امسال وقتی تاجیکستان رساله‌های علمی 4 عنوان جوین را برای به طلبات جوابگو نبودن رد کرده بود. اما برخی محققان که به آنها عنوان علمی نداده است میگویند به تصمیم این نهاد راضی نیستند. در همین حال برخی نفران نزدیک به دایره‌های علمی میگویند که وقتی تاجیکستان از دادن عنوان به آنهایی که قبلا نتوانستند از روسیه درجه علمی بگیرند خودداری میکنند. این کار به قول همصحبت ما از 2 چیز گواهی میدهد: یا کمیسیون عالی اتستاسیونی واقعا نظارت را پرزور کرده است و یا مسئولین وکی تاجیکی تا حال به خود باور ندارند و شاید میگویند که وقتی که وکی روسیه به اینها عنوان علمی نداده است چرا ما باید بدهیم. ضمن عنوان علمی در تاجیکستان اگر برای برخی مایه افتخار است، برای گروه دیگر وسیله برای بالا بردن معاش است. البته برخی آموزگاران در دانشگاه‌های تاجیکستان میگویند با داشتن عنوان علمی معاش آنها ناچیز است و تلاششان هم برای گرفتن درجه علمی برای گرفتن حق‌موزی بیشتر است. خب دوستان عزیز تشکر میگم که تا این لحظه ما را همراهی کردید و با خبرهای مهم آشنا شدید و بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم بازم من شما را منتظر میشوم برای که شما را با سرخط الکه خبرهای مهم تاجیکستان و جهان که نو هستند شناس کنم. تا دیدار نوبتی.